سلام. امروز در این برنامه با هم به سفر پر از چالش ها و فرصت های موفقیت خواهیم رفت، جایی که هر گام به سمت خودشناسی، تلاش و پشت کار بر تحقق رویاهایمان نزدیکتر می شود. ما رابطه با موضوع موفقیت انسان جناب دکتر صاحب احمد شاداب سروری را با خود داریم. شما رو خوش آمدید میگیم به برنامه. تشکر، سلامت زنده باشین. آن که افت اقلیم عالم را نهاد، هر کسی را هر چه لایق دید داد. درود و عرض احترام دارم نثار شما عمران عزیز و دوست داشتنی و همچنان همه بیننده های عزیز. امیدوارم پر انرژی، شاد و عالی باشن. بسیار زیاد تشکر شما. چند لحظه پیش یاد کردیم که برنامه امروز ما درباره موفقیت انسان است. موفقیت انسان از نظر شما به چی معنا است و چی گونه میتونیم ما رو تعریف کنیم؟ موفقیت خودش تعاریف متفاوتی از کتاب‌های متفاوت داره، اما یک تعریف جامع و کاملی که بتونه معنی واقعی موفقیت را برای ما برسونه، موفقیت تعیین مسیر و رساندن خود انسان به شکوفایی و سعادت و آرامش می باشه. خب پس موفقیت با دستاوردهای مادی تمام میشه یا هم معنوی و روحی هم دیگه شامل است؟ شکی نیست که فقط موفقیت بر اساس موضوعات مادی و دنیوی نیست. خیلی اوقات ما میتونیم معنویات موفقیت را در جوانب مختلفش بگنجانیم که معنی واقعی موفقیت را برای ما افاده میکنه. موفق شدن در تنها بود دنیوی نیست. وقتی که ما موفقیت را تعریف میکنیم، موفقیت در برگردی جوانب مختلف از دنیا و آخرت و اعمال دنیوی و اخروی ما میشه. وقتی ما یک کار را انجام میدیم در قبال رضایت خودی ما که ما موفق میشیم، در دنیا مقام و شهرت کسب میکنیم، باید دقت بکنیم که معنی یعنی رضایت پروردگار هم در کنارش جذب و کسب شده باشه. خب پس خیلی از مردم به این دچار هستند که موفقیت از نظر شخصی خود نمیتونن اندازه گیری کنن. کدام راهکارها رو برشون پیشنهاد میکنن که چگونه بر اساس ارزش‌های شخصی خود موفقیت اندازه گیری کنن؟ اولین رکن اساسی موفقیت تعیین هدف است. این هدف که جامع باشه، هدفی که کامل باشه و هدفی که 3 مورد را در خود داشته باشه. یعنی خود محور، جامعه محور و خدا محور باشه. یعنی ما خیلی اوقات دوستانمون میگن ما اهداف تعیین کردیم به اهداف خود نرسیدیم. مشکل اینجاست که هدفت فقط خود محور بوده، تو به خودت فقط فکر کردی، برای جامعه فکر نکردی، برای خدا فکر نکردی. هرگاه ما بخوایم یک هدف فوق العاده عالی و بزرگ داشته باشیم و بتونیم خود را به او برسونیم، در تعیین هدف خود 3 مورد را بسنجیم که خود محور باشه، خود ما در بر بگیره، جامعه محور باشه. وقتی ما به هدف ما رسیدیم، جامعه هم از او ثمر ببینن و به او موثر باشه، و خدا محور که رضایت خدا هم کسب شود. در کنارش وقتی ما میخوایم که موفق شویم، تقسیم اوقات داشته باشیم. وقتی یک انسان به زندگی خود تقسیم اوقات نداشته باشه، وقتی یک انسان سنجش نکنه که من فلان روز چی کارا رو بکنم، چی کارا رو نباید بکنم، نمیتونه که زندگی خود را مدیریت بکنه، وقت خود را مدیریت بکنه. به این اساس وقتی که آخر روز میخواد سنجش بکنه چی کارها رو کرده و چی کارها رو نکرده، متوجه میشه که کارهای انجام ندادهش بیشتر از کارهایی است که انجام صورت گرفته. به این خاطر از دست رفته، یعنی زمان از دست رفتهش بیشتر است. به این خاطر یک انسانی که بخواد موفق شه باید یک تقسیم اوقات جامع و کامل از شروع روز تا ختم روز باید داشته باشه. وقتی که تقسیم اوقات داشتی، خودت میفهمی چی باید بکنی، چی باید نکنی، با کی باید بشینی، با کی نباید بشینی، با کی باید بری، با کی نباید بری، چی کار موثر است، چی کار مضر است. تمام یار میسنجی و خود را ارنج و مدیریت میکنی بر اساس یک ساختمان مناسب از شروع الی ختم روزت و تو میشه یک فرد موفق. اما در صورتی که ما تقسیم اوقات نداشته باشیم، کاری که 5 دقیقه وقت نیاز داره امکان داره 1 ساعت ضایع بکنیم. کاری که خیلی مهم است 2 ساعت نیاز داره شاید 10 دقیقه برش وقت نگذاریم، خسته شیم، از کار دست بکشیم و نتونیم به موفقیت برسیم. خب خیلی از مردم فعلا در جامعه جایگاه اجتماعی بالایی که دارن، بعضی مردم دیگر نمیفهم که از رسودی یا برشون میگه که از طریق چانس است. این موفقیت فقط به چانس محدود میشه یا نتیجه تلاش‌های خودم است؟ چانس نقش داره به زندگی، اما چانس هم مال کسایی هست، حق کسایی است که تلاش بیشتر میکنن تا آخرین نقطه، تا آخرین زمانش تلاش میکنن. اونایی که به موفقیت رسیدن، من میگم از همین جا براتون میگم، کسایی که موفق شدن فقط چانس نبوده، از خواب خود زدن، شب خواب نکردن، صبح وقت بیدار شدن، 5 صبح رفتن برنامه ریزی کردن، درس خواندن، کار کردن بر هدفی که داشتن و چیزی که تعیین کرده بودن، شب و روز پشت کار داشتن، خود موفق ساختن. و موفقیت یک شبه نیست که بگویم چانس است.
وقتی که ما میبینیم موفقیت کسانی که کسب کردن خود را به یک جایگاهی رساندن، چه جایگاه اجتماعی باشه، چه مادی باشه، چه معنوی باشه، چه مالی باشه، چه شهرت باشه، اونا رفتن سالهای متمادی در مورد یک موضوع کار کردن، پشت کار داشتن. ما نمیتونیم میره و چانس خلاصه کنیم. تلاش یک فرد ربط مستقیم به موفقیتش داره. من نمیتونم یک کسی که سالهای متمادی شب و روز کار کرده و بگم تو چانس داشتی. نه خیر. چانس امکان 1%، ولی 99% استعداد و تلاش نقش داره. 1% فقط شاید چانس نقش داشته باشه. خب پس فشار اجتماعی و مقایسه با دیگران میتونه ما را از هدف منحرف کنه؟ بدون شک. زمانی که ما میگیم یک فرد را با فرد دیگه مقایسه میکنیم، مثلا میگیم که دختر فلانی طب خوانده، تو باید طب بخونی، تو چرا طب نخواندی؟ شاید برداشت یک فرد دیگه نسبت به ما متفاوت باشه، شاید استعدادش متفاوت باشه، چون هر انسانی که در روی زمین به دنیا آمده یک استعداد منحصر به فرد خود داره. یعنی هیچگاه حتی 5 انگشت ما 5 اندازه هست، یکسان نیست. انسان ها هم عین حالت. درست است هر انسانی را خدا عزت و عقل و شعور و منطق و مغز داده، حافظه داده. درست است 2.5 میلیون جیبی ما میگیم انسان ها حافظه دارن، اما برداشتش یکی نداره، آرامش نداره، تلاش و پشتکارش دیگر ندارن. به این خاطر مقایسه وقتی ما میکنیم مانند این میمونه که تضاد بین یک انسان رو با وجود بیاریم. وقتی میگه فلانی لایق است، تو چرا لایق نیستی؟ فردی که اگر لیاقتش هم داشته باشه، کمی تلاش نکرده، از هدف خود دست میکشه. میگه مثلا بیشتر بگیم مخاطب والدین است، پدر مادرها. معمولا من شخصا بالای واژه مادرم بیشتر اعتماد دارم، چون مرا به دنیا آورده و میفهمم من چه خصوصیت‌های دارم. و مثلا پدرها از عین حالت، وقتی پدر مادر میاد یک اولاد خود را مقایسه میکنه و میگه که مثلا از تو کرده بچه خالد خوبتر است، یا تو مثلا چرا کورزین هستی؟ بله، اگرچه اون فرد کورزین نباشه، اگرچه اون فرد کودن نباشه، اگرچه اون فرد نالایق نباشه، ولی بالای واژه های مادرش بیشتر اعتماد میکنه. میگه مادرم است، مرا به دنیا آورده و از همه کرده بیشتر مرا میشناسه. به جایی که بریم یک کسی را مقایسه و توهین داشته باشیم، بریم تشویق کنیم، بگویم تو تک فرد هستی. بدون یک مثال، در تمام کره زمین مثل ما کس دیگه به وجود و به دنیا نمیاد. از شروع دنیا که خیلی ها مردن، حالا که من زنده هستم و ختم دنیا که چه کسایی میمیرن و میرن، مثل شاداب سروری دیگه کسی به دنیا نمیاد. حالا به من مثال یک کسی به دنیا بیاد مثل ما سر و صورت خود را جراحی بکنه، لباس مثل ما پوشه، آیا احساسات قلبی مرا گرفته میتونه؟ آیا تفکرات مغزی مرا گرفته میتونه؟ قطعا نمیتونه. یک با تک فرد هستم. از اون مهمتر وقتی که میبینیم 2 سانتی بیشتر جای نیست، خلاصه میلیاردها انسانی در یک 2 سانتی جای هست. تا حالا کسی را بایومتریک نکردیم که عکس یک مرده خارج شده باشه. تا حالا کسی بایومتریک نشده، یعنی اثر انگشتش گرفته نشده که یک فرد دیگه جرم‌های متفاوت دیگه از کس دیگه نمایان شود. چون تفاوت ما شما فقط بین یک خلاصات. حتی وقتی اثر انگشت دست راست به تلفن میگذاری، چپت کار نمیکنه، تو باید چپ خود را هم بگذاری. یعنی هر دوی از این متفاوت است. وقتی انسان ها با یک جایگاه متفاوت خلق شدن و منحصر به فرد هستند، پس مقایسه کردن نقش در زندگی و ساختار زندگی ما نداره. و هر باری که ما یک کسی را با کسی مقایسه میکنیم، عزت نفسش زیر پا میشه، اعتماد به نفسش زیر پا میشه، توهین میشه، پیش خودش کم میایه و امکان داره از اهدافی که داره دست بکشه و فکر میکنه که آدم بیکاره و بالاخره کودن است و بالاخره مثل افراد معمولی باید زندگی بکنه و تمام. این تخریب کردن و طعنه زدن بر علاوه که تخریب شخصی میشه خود فرد، بر جامعه و بر کشور چقدر ضرر میرسونه؟ زمانی که بدون یک مثال تک فردها در نظر میگیریم، من یک نفر آمد مقایسه کردم و او هم بدون مثال معمولا انسان ها وقتی که هدف تعیین میکنن ما رو بگذاریم به مو زندگی خودشون چگونه رشد میکنن. یک مثال میزنم، میگه یک روز یک دختر کودکی را پرسان کردن چرا مدرسه را دوست نداری، مکتب دوست نداری؟ گفت که به خاطر که مادر من که صفاکار مکتب مدرسه هست و زمانی که من مکتب میرم و شاگردا بر من طعنه میزنن که مادر صفاکار صنفای درسی ماست و تو یک خانم یک طفل صفاکار هستی. و به این خاطر من مکتب مدرسه رو دوست ندارم. براهای زندگی کردن دیگر رو دست نزنیم، بگذاریم زیبایی کسی، قد اندام کسی، ثروت کسی، رشد پیشرفت کسی نه به زندگی ما نقش داره و نه به زندگی ما نقش گرفته میتونه. و بارها مثال دادیم که با خاموش کردن چراغ زندگی کسی زندگی ما روشناییش بیشتر نمیشه و با شکستن پای کسی سرعت رفتار ما بیشتر نمیشه.
هر کسی از زن خودش یار من، هر کسی از مسیر خود زندگی میکنه. بگذاریم هر کی برایش خود زندگی بکنه، پیشرفت بکنه. حالا وقتی ما میایم هر فرد با فردگی مقایسه میکنیم، یکی پای هم از همگی دلگیر میشیم، یکی پای هم از همگی نفرت پیدا میکنیم، یکی پای هم حتی رشد پیشرفت دیگه خود دیدن نمیتونیم. میریم بعد وقتی یکی رشد کرد چرا رشد کنه، بعد بریم تخریبش کنیم، توهینش بکنیم، بعد رد بگیم، پشت سرش هزار یک داستان جور بکنیم که بعد دست بکشه او هم توقف بکنه، چرا من توقف کردم، چرا او رشد بکنه. اینا مقایسه های جامعه بین هم باعث میشه که همگی بین هم نفرت پیدا کنن، اعتماد ها از بین میره، احترام ها از بین میره، اتفاق ها از بین میره، حتی 4 تا استعداد با هم یک جا نمیشن که یک کتله واحد شون یک چیز خوبه بسازن، چون همگی از هم تنفر پیدا کرده. و جامعه این زمان هر کسی که به شکل تخریب شوه و از هدف خود دست بکشه، جامعه بیکاره هاست، جامعه فقط خو برده هاست. و متاسفانه او جامعه ها بیشتر باز مشتاق دو چیز هستن: کتاب های خواب، تعبیر خواب، و کتاب های آشپزی. چون جامعه خواب و خوراک میشن تمام. ما به جامعه خواب و خوراک نیاز نداریم. جامعه عین حال فقط بخورن بخوابن، چی میکنن بالاخره؟ سرانجام چی خواهد شد؟ ما به یک جامعه بیدار نیاز داریم، به یک جامعه واحد نیاز داریم، به یک جامعه که جوانانش دست به هم بتن. بیاین بگید ما 10 ها کار موثر میکنیم. یک اگر به تنهایی خود نمیتونم، عمران عزیز صبح من باید همکار باشی، جناب دوستا دیگه با ما همکار شوند، همه با هم یک کتله واحد با هم تشویق کنیم. عمران جان تو از من که خوبتر هستی، تو عالی هستی، من میتونم با تو کار بکنم، رشد بکنم. به جایی که توهین و تحقیرها داشته باشیم، بیایم امینا را تبدیل به یک تشویق داشته باشیم. احترام گذاری، ارج گذاری به استعدادهای همگی. از ما که هیچ کس بهتر نیست و بدتر هم نیست، هر کسی منحصر به فرد خود است. من نمیتونم بگم من برتریت دارم و من برتریت می داشته باشم، فلانی از من که بدتر است یا احمد به محمود کرده بهتر است. هرگز این کار کردن نمیتونم، چون خداوند وقتی که عزت داد، کرامت داد و همه انسان ها را یکسان خلق کرد و فقط بارها گفتیم که بازم که تفکیک انسان ها را به تقوایشان گذاشت، پس خواهشان هیچ انسان حق قضاوت کس دیگر نداره که بگه تو خوبتر نیستی، او خوبتر است، تو لایق نیستی، فلانی لایق است. نه، خیلی تلاشش کمتر است، فقط تلاشش کمتر بوده. وقتی که تو تشویقش بکنی او مجبور میشه کار بکنه. ما وقتی که 5 بار یک فرد بگیم تو لایق هستی ولو که نالایق هم باشه، میگه والله میخوام تشویق کرده، مسئولیت پذیری کردیم، باید برم درس بخونم، لایق میشه. اما اگه یک نفر 5 بار بود تنبل است، میگه خب کلی میپذیره تنبل است، چیزی رو که من درس بخونم، از من چیز جورم نمیشه. اما خوب است که به جای توهین و تحقیر تشویق داشته باشه. خب عنوان آخرین سوال از شما میپرسم که چگونه میتوان از مسیر ناکامی و نرسیدن به هدفها در مسیر موفقیت عبور کرد؟ چند نکته خلاصه فقط میخوایم اشاره بکنم. که اول هدف داشته باشیم که هدف ما خود میور، جامعه میور و خدا میور باشه. دوم تقسیم اوقات جامعه و کامل از شروع روز تا ختم روز داشته باشیم. در تقسیم اوقات خود مطالعه را شرط اساسی ببینیم، باید مطالعه داشته باشیم، حداقل روز نیم ساعت مطالعه بکنیم، بریم استعداد خود را پیدا کنیم و اونمو استعدادی که داریم در هر بخشی که از فرق نمیکنه روش تلاش بکنیم، شب و روز خود را بندازیم و نتیجه از کار بگیریم. هیچ وقت آدم بالاخره چی میگن تنبل و بالاخره بیکار نباشیم. وقتی که ما یک آدم بپذیریم که یک آدم موثر نیستم، آدم بیکار هستم، حتما تلاش نمیکنم و خود را به جای نمیرسونم. در کنار این موارد بریم دوره های از چیزی که نیاز داریم یاد بگیریم. امروز مراکز و مراجع علمی خیلی زیاد هست و به هر چی بخوای خود را میتونی برسونی. و مهمتر از همه اینا، هیچ وقت به حرف منفی کسی گوش نکنیم. هرگاه کسی براتون گفت که تو بیکاره هستی و تو نالایق هستی، سر بزن به قرآن کریم و آیات های متفاوتی از کرامت انسانی خود را دریاب. بعد تو میبینی که یک فرد موثر و خوب هستی. و هرگاه کسی بر تو گفت که حتی اگر این والدین عزیز ما بودن و گفتن که تو نالایق هستی، تنبل هستی، بیکار هستی، بگو نه خیر، مرا خدا خلق کرده، عمرم هم خدا داده و در آخرت من به خدا جوابدیه هستم. تو به خاطر خودت تلاش بکنه، به خاطر دیگر. بسیار زیاد تشکر از شما جناب دکتر صاحب. در آخر کدام پیام خاص برای بیننده ما داره؟ بله، فقط یک پیام کوتاهی دارم که میخوایم فقط در یک قالب از شعر کوتاه برشون بیان کنم. عشق از جنس طلا، دوری و دفع بلا، سال پرسود صفا، یاری از سوی خدا، همه تقدیم شما. بسیار زیاد تشکر از شما. خب دوستان نهایت گرامی، امیدوار هستم که امروز در مسیر موفقیت های بزرگ زندگیتان کمکی کرده باشیم. تا برنامه های بعد شاد، موفق و سربلند باشید.